رمضان رمضان بیا 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 سکو بیا 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 اینجا بیا اینجا سکو اینجا پره رمضان زودی شده که چکار هپا بیا بیا سکو یکی دومن خوب بندار تست باش یا شیر مادر تو عباس ها شیر مادر تو تکش آخلا تکش ساکو بگی شیر مادر تو که اینا را کجا پیدا کردی؟ سکو دیگه به تو بگو با اینا رو سکو عباس هیر سکو بگی رمضان بگی ما اوی تنکو هم میریزه ها سر آخلا تکو نمیشه سر آخلا تکو آنی تگی نام خدا فقط در کشیده اینو عباس نگو اها کجا میرسی مو شما نخواه گرفتم چه کار کنیم رمضان الیا چی کردی؟ پرتل دادم ما به خسی آلوها شدم من پرته دادم نفس بابا چه کار کنیم حالا اونه بیا آمد اونه نه اشته کنین در باغ بسته یابا نگو چه کار کنیم غلبو موندیم اونه بیا آمد عباس اونه بیا آمد بگینا کجا میری؟ سلام رو کن ماما جو نفهمیدم سلام رو کن ماما جو نفهمیدم کجا میری؟ کجا میری؟ کجا میری؟ کجا میری؟ کجا میری؟ بیا ایبا عباس بیا عباس بیا عباس بابا نکنه عباس بیا یه بالا ماما من یه بالا ما نشده ماما بیا ماما من یه بیا میگو ماما ما نشده بیا میگو ما بیا 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 ما نه بیا ماما بیا ماما هیچ بیا من یه بیا ماما دست بده نرو بیا گه ماما جو بیا ماما بیا بالا شو ما میگو بیا آمده بیا بالا شو من یه ماما بیا بیا بالا شو ما بیا میگو آمده بیا بالا دست خون ما بیا آمده مزیر بیا بالا مساعد دست خون رفتم بیا بیا ماما من یه بیا میگو بیا برو بگیری ماما بیا برو پیش برو با دست خون ماما جو همین چوی بند دست پرتو دی خب بیا یک دیگه چوی پرتو دی نه سونام تر را به خدا بیا عباس تام بیا که من یک کیو بیا بالاش بیا تام بیا بالاش نی بالاش بالا میش بالاش شو دیگه بالاش ماما بالاش خوبه میگو ها چشم نه ماما ماما نه کیسا واقعا یک دونه علی بوده که مال منم اینجا چکاره عباس نمیشه تو را بنداز برو کاش نمیشه میگو دیگه شما رو به درخته علو ببیدم کلا شما باد کرده باد کرده اینجا باشین دیگه توشون من میگم بالا سر شما میشینم ماما جو دکه ماما دکه اگه ماما می باغچه شما آمده ما نمیدیگه همینجا باشین فهمیدی این جرم شمانه ماما خیلی بالا شما یخ زد یخ قطع چا بالا کش میگو بله هم در بسته چرا شما خود از دیوار بالا تاشن تابو دکه ماما تکرار نمیشه
ماما جو شما خیلی که علوم هستین ماما جو می اومدیم با درس رو که کلیا در باغ میدون دست شما میرفتیم خیلی میکنی گردن ما بند باشه بچه ها گفتن 10 دفعه برفتیم به درس رای نه در باغچه ما سر لط کردن می آلو دادن این شما حال میگیم ماما که ما میره این جزا شما نه ماما تیز بالا میشه تو رو خونه خوب بده تو خوب پرتدی ماما تیز بریم با شما کار ندارم آره اینجا بشینیم ما از او بر بالا خب میشیم بریم بالا شیم بلکه شما من باشه بده بردا بیا عباس بردا بیا بردا دیگه شما رو تا باغ نبینو خوبه ماما جو خوبه بالا شیم تیز دیگه ما نمیاییم کاشان خورم در یار اون امشب خب ماما عباس بده بیا میگم گیلا بله بابا تو اینجا بیاید به تو خورده باغ همینجا یله کردی تو تاشو تاشو دیگه کار کنیم بابا یک دقیقه تو یعنی توت به طباق نیه که تو دیگه توت میخوری بمور درقم تو میگم امرو رفتم به طباق هماله هماله بابا ها برفتون که حباس و رمضان نگه اولوار میکنه چه کار میکنه؟ اولوار میکنه من برای از اینا شدم به خور بنداختم به پا حوز من دور حوز خود از اینو چاق زدم آخر اردو تا خور بنداختم حوز امینا رو بالا کشیدم حوز بهم قطع دادم حوز قطع اینا رو همون تکه که هلاک جان اینا کردم اینا رو ری کردم خونه اینا میگم بابا اینا رو میزدین سلت میکردین چرا بیامدم اولو مال کندم میگم چوی ور میداری میری با پا حوزم خواه نمیشی بهم زیر درختا خف میکنی درختالو آه بابا همین باغ در بسته باشه کجا آمدم اینا؟ از دیوال بالا شدیدم این همینه که دیوال هر روز مینسه میکنه بابا سر دیوال سفید شده و آه، دیوال یک دیوال خوش بالا خوش های میلم بای هر روز از دیوال بالا میشم اینا و تو که میگم برو طباق برو برف نمی کنی بابا یک کم میترسم اما چی داره طباق که تو یک میترسی؟ کم میترسم زیر درخت ترسی که سنگینه کم کار روز رو شد میترسم خیلی کنده بیدم الو همون در کندی بدن کن که چی بود تو بگم تو اون شاخار قمالیانه که شاخار چی کستونم میستونیم الو خب من چون کجا قایم کرده بیدن دیگه من ندیدم تا کیسان هرچی که کیسان رو تلاشی کردی چی ندیدم نمیفهم جمعه اینا قایم کرده بیدن چی رقم بوده خیر انگاه که از اینا با گوش شد برو کجا برم؟ یک چوی انوار که خود چوی انوار دو ببره برو با زیر درخته علو بده اینا هر روز حالا آموخته شدن بابا هم تکه آمد میفهمیم شما بابا رو خور بگردنیم به زوبر هم کامون میکنی چیکار میکنی؟ صبر کنیم بابا آه. شما فکر کنیم عباسیم دیگه هم رو خور بگردنیم بابا واقعا. شما فکر کنیم بابا عباسیم من میزنی درسته نه ما مثل فکر کنیم این فکر کنیم این عباس بود خب. یا که دیگه کی بود رمضان صبر فکر کنیم بابا رمضان صبر کنیم بده دیگه برو ولی خیره برو دیگه بده دیگه چی شدی؟ خوبه برو دیگه بده میگو خوب ترز نندازینی برو زیر درخت علو نه بابا ما بازی کنن خلطیر میشم برو دیگه برو خوبه که من یک پیاله چای بخورم من میام با طباق میام برو دیگه با بیام چی؟ تو کلینه در پیش خو هم یک کلو که پیشونه دیگه هست برو دیگه برو صاحب کو مغزی که برم باغ برم اول بیام در سر از اینا بگم از گوش از اینا تیر کنم پیار براره بگم با براریا پیاریا اگه دیگه با باغ ما اومدن گردنم بند باشه نه اونا مثل مار ولی چیز قلاج میندازم مرگه کی بدیا
بله بفرمایید. کجی تو بدی؟ آه ببخش رقیف من خیال کردم عباسه. خوب بفرمایید. میگم برار جو. بگو. ما الو تیار کردیم به خود درخت شوندیم زحمت کشیدیم ما او نیه. او به جونی ما میریم از همسایه سولار میستونیم. خوب. ما سولاری خریدیم به قرض. ما بیامدیم تا باقر خو وصله کردیم. برار تو بیای خود کلی گندی خوب اندازه خور به باقا بندازونه. بیای باق مار بگیره چونی چه پاول کنه. پیار مولا سر خو بالا کنه بزنه به مثل مرغی به تاوش. خیق نکش. چی خیق نکشم؟ در قبضی. کدو برار می؟ کدو برای چند تا برای دادی عباس؟ نمیکنه وی تا قرآن وی اصلا علی قرآن یه. بیا من خور بنداخته پیار و مال به سهرا با من گو. پیار من خور بنداخته و باق انداخته. آنه. عباس بیا. بنداخته خور پیار و باق انداخته تمام باق من عمر بجونده. پیار و میگوید از سر خو بالا کردم بدنم من تعجب مثل جوجه چوگو که میگفته او. نوارک باشه بخی کمال کردی. چی میکنه گنده؟ چی می درس ما؟ ای بیا ماده میگه برار تو عباس برفته به اهل جوزی. نه چه کار میکنی؟ جور ما داره آخر تو چری برفتی به باغ ما؟ گفت مفترازه چرا به باغ ما رفتی؟ نفکی درختمه چی گفت؟ تو چرا خود بنداخته به باغ ما؟ پیار تو کار چه تو تره پره نده پیار تو کار میبینی حال دروغ نمیگم من عدنان برفته به بدی. پیار تو کار کمال تو بازم چرا خود بنداختی به باغ الوا ما؟ ما انداختم کی انداخته؟ بچه خاله من رمضان گفته بیا بریم عباس تو برفتی به تباق از اینا به اهل جوزی. ها من نرفتم بچه خاله رمضان گفت بیا بریم و تو مگر لرسی کنی. پیار از بگیر ما سرد به تایم از غل داد تو هم چه اسم مختلفی مثلا فضلی خبره؟ اینا مردم کدو بزن خدا من میزنم بالا به تو میگم خدا نزد که نزنم بالا بو برات کن نگه تو نگه به تا با خودیدم گله نکنی برو نزنی برو نگیلا. برو که تو هم سرخیم من برو مردی پیار خود بگو بیاید برو. مردی پیار خود بگو بیاید تو کام قاسم بینی چه کار میکنید گل؟ چشمام روشن رمضان جان برو خبرها خوشی میشنوم کجا بودی؟ ها؟ کجا بودی؟ هیچ جا به اوبزی به اوبزی ها ماما نوروز به شکایت آمده بود به اوبزی بودی تو خورتکه برو راله که همسایه بیا به در سرا به شکایت بیایه به چی شکایت؟ به باغچه ما به اولی جنده آمده بودن کیسه ها اینا پر اولی بوده و ما چون به کجا خیلی کردم خور به اوز انداخته بودیم میگه اونا حتی اوز بالا کشیدم پا دوباره به اوز دروغ انداختم میگه ماما نوروز یک سرگیه دروغ میگه خود عباس با کجا بیده عباس من به اوبزی خود رفقا خود به اوبزی رفتم عباس هم با میبینم پرسان میکنم نیه بابا باغچی ماما نوروز چی ماما نوروز برار دروغ نمیگه کمک خور اصلاح کنی بعد دیگه حال شما نیه برار. خوردیم تو هم حال خوردینی و عباس هم خوردینیه برال من مثل ماما نوروز بگو بیام او گپ و مفتری باز برار تو ماما نوروز و عباس و عمر خودی هم به یک جا میشونیم باز گپ از خون میکنیم مقصد اگر بکردیم دیگه تو کارا نکنه که با خدا بعده نیه بابا گپ و مفتم میزنی کجا بیدم من به اوبزی بیدم ما ماما نوروز خودی گوشنیه ما میرم باغ و باغچی از او خب باز می گپ از خون میکنیم انشالله بلکه که تو راست بگی او حالی وقت اوبزی همین تو راست خونو که خونوک با کجایه؟ درست داره که خونوک علیده تو گرمی همین خونوک درست میخوری داره که خونو که دیگه باز تو حالی میگی گرمه هم حالی میلرزیه بخور ایوان تو از این که همی گواه ایوانه جمع کنی میری به تب آقا مردم میری مردم ها به سر ما به سر صدا میگیم برال بعد به خدا گواه تو خوردینی به خدا قسم گواه از مده از تم هسته حق تم هسته که تم جمع کنی برو هر روز به من نمیدم خب جواب بده خوبه کجا هم نانه؟ به خونه یا